Ассалому алайкум бинандаҳои шабакаи Шаҳнон. Имрӯз мана чандин вақтҳо боз ки мо ҳамроҳи шумоён бо барномаи сайёҳатчиёни ҷавон ҳамроҳ дида ба дида нарасида будем. Имрӯз фурсаташ омад, мо ба деҳаи Оқсой чандин маротиба сафар кардем. Хостем имрӯз каме бошад ҳам зиёратгоҳи ҳазрати Довудро тарзи ба он ҷо баромадан, таассуротҳо, ҳиссиётҳо ва албатта дар он ҷо чӣ хел савғоҳо, тӯҳфаҳо фурӯхтанашро ба шумо нишон диҳем. با ما باشد و البته لحظه به لحظه همراهی شمایان به هم میبینیم. رفته السلام علیکم. تمام کردم اونجا. رفته؟ خوش والله آزاد هم میتونه. من 105 زینب شما ده بچه‌ها. السلام علیکم. السلام علیکم. رحمت کلام. خداکتون پنج شود. الهی شما نازمی خونده نشدم. حالا بسته خدا بشکر نفس. سلامتی خوش رو. خدا بشکر. هوا دیش که هوای بازی بایی. هوای تازه. تو ابراهیم وقتی نفسم راست. اومدی خداکت پنج شود. الهی رحمت. شما دی. یکم سوگو گیرو کی. از ابراهیم کلا. گشت اومدن دا. شد خدا خیر.
Sağ rahmat. Şuna nasılsınız? Salomat. Ha. چطوره؟ Selamun aleyküm. О, свежа yoxsul deyim. Ha bu. Ki? Koçça kırsatı. Koçça çam. Bana koçça bak şunu yapıyor koçça. حاضر ما میبینیم که کارت ها از نمانگان چوست به فکر ما چوست از تمام پیشکشی مهمانان میکنند. البته در درون غار معلومات گفتیم حضرت داوود پیر آهنگران خیلی که برای ما معلوم شد. البته در اینجا میتوانید برای سوغا برای خاطره استلیک و خود کارت ها یگان توفه های خاطرمان گرفته البته همراه خود برده و موزه خاندانتان ماندنتان ممکن است. ما باشد از اینجا سوغا گفتیم برای پدر انا. این گیجا می رخت خودش رفته می بیامی؟ تا همینجا می بیامی؟ این کساله که شد میده؟ تاثیرات بسیار هم درجه عالی با چطور خوشش نامه است داشتم با نه ویدیو گیفت ها هزارو спасибо вам چطور جان رحمت چطور نزدیک گیر
و بیننده هایی که ما را تماشا میکنن از تمام روی دنیا، شما میتوانید به سمرقند اگر زیارت بیایید، اگر از سمرقند 35 کیلومتر دهه اقصای جایگیر است. در اینجا مشهور است که حضرت داوود نام زیارتگاه. البته با زینه ها میبرایم، چنین یک اتمسفر زیبا، چنین یک منظره های زیباست. میتوانید با شتر یا که اسب ها سوار شده رسم گرفته تاثیراتی بلند گیرید و البته با ما باشید. رحمت کلام. کوکری نبردم اینه. اسب نیست نه کوکری با. فقط آدم. میخه کوکری با میبره نمیبریم. این چند سالش دیگه؟ باز وقتی بازیش بوده ایده. یکون بازی نکرده ایمی؟ یالش هم بین چه شروع میکنن ده اینا؟ شروع میسه. میپرسیم. دانسه و کسی. مثلا بیننده ها حاضر همراهی یک بانوی دهه اقصای که من در اینجا مغازه خردک دارم، هم صحبت میشیم. بیایید. السلام علیکم. خاله جان، نظم شما خودتون رو شناس کنید؟ من بنفشه همین در دهه اقصای به دنیا آمدم، جه زندگی کردگی همینجا به کار میبریم. دکانو هست، من رزقمو همینجا حضرت داوود با زیارتگاهشون با کار میبریم. بسیار خرسندیم که در همینجا تولد یافتم. من رزق خودمون همینجا یافتیم، قصه خودمون کمتر باشدم و مهمونا رسوندیم یادم خود رو. تمام از ولایت دنیا میبیایم برای تماشا. البته تاثیرات زیاد. منم چند سال ها بود نبرآمده بودیم تا اینجا. تاثیرات ها انا وقتی جوانی بریم هر گشت برایم البته با یک تاثیرات ها میرویم. البته تمام دنیا اینجا میبیارن، تشریف میبیارن. بسیار ماهای اپریل، مای بهار با بسیار میمونا زیاد میشوند اینجا. با هر دولت ها میبیاین، گل های خوشرو، منظره های زیبا میشد. همه طرف خوشرو میشد منظره بهار با آدم بسیار. آزیرم میبین آدم ها هست شنبه بازار، چهارشنبه ها بسیار، دیگر روزا خیلی کمتر. لیکن نه است میبین همه جا زیارت کرده میرن، نیت کرده میرن، از خدا میپرسن. بسیار چیزهای از خدا میپرسن. نیتشون در رسیده میامدگی و بسیار اینجا. سلامت باشن. الهیم نیتکاتون در شما هم رسیده با بیاد روزای نازم و خدمت. رحمت سلامت باشن. رفته. بله سلامت باشه. رحمت. یک گله چیز گفتم میروز. مایلش رزقای ناسته وای کنه خدمت کنه. حاضر. فقط قطعی تماشا میکنیم تا میگیم. رحمت. سلام علیکم. و علیکم السلام. نظم شما سلامت. های کار سوداها مخصوص می. ما زیارت کرده برآمدیم. خواستم کمک معلومات پرسیم که نبینه چی خیلی یک آبادی زیبایی، یک اتمسفر زیبا در مابین کوهستان اقصای. چند مرتبه برای من آدم استراحت میبرد و از این اتمسفر بهره میبرد. شما هر روز از این اتمسفر بهره میبرید. رحمت. اولا زیارتاتون قبول شد. خوش آمده. ما هر روز روزای با وقت بودگیمون آمده سودا میکنیم در اینجا. انچه آبادی شد. این بعد از مستقلی خیلی پرزیدنت محترم پرزیدنتمون روی زیارت جای شدن. آدم ها هر ریسپوبلیکای ازبکستان آمده، حتی که خارج آمده زیارت میکنن. هزار شکرانه ها. ما که همین روزا در رسیدیم، دولتمون تنج باشد، آبادی شود زیارت جا. همین. خیلی روزه خرسندی با آمدن کردیم. رحمت برای کار سلامت باشن. سلامت باشید شما. زیارت ها قبول شد آمده استتون. دریا
بلبل شوم و هزار فریاد کنم در کوی بوتان اگر شوی خاردی باز یار کشی جفای بسیار دی در کوی بوتان اگر شوی خاردی باز یار کشی جفای بسیار دی هرگز نکنه شکایتی زاره دله زینهار ای دل زینهار زینهار ای دل زینهار ای دل زینهار زینهار ای دل این قافله عمر عجب میگذرد دریاب دمه کی با طرف میگذرد دریاب دمه کی با طرف میگذرد ساقی غم فردای قیامت چی خوری بشار و پیاله را کی شب میگذرد بشار و پیاله را کی شب میگذرد چطور بود اکنون عصر بالا با نمیرفت است نه؟ سلام علیکم نظم هم قسمت و هم گویم ملاله‌ای آزادم ملاله‌ای آزادم خود رویم و خود بایم در دشت مکان دارم هم قسمت و هم گویم در دشت مکان دارم هم قسمت و هم گویم مسترم کفن پاشم لاله خونی دل نوشم مسترم کفن پاشم رحمتی کلان سلامت باشه رحمت با راهبری همین آدم ما تماشا کرده برآمدیم تمام زیارتگاه حضرت داود را بیننده های عزیز ما امروز ما در بالای کوه حضرت داوود بعد از زیارت بار آمدیم و خواستیم همراه شمایان هم صحبت کنیم رسانیم که امروز ما در اینجا چخیل جایها را چخیل تاثیرات ها را گفتیم چندین روزها شد چندین ماه ها شد که همراه شمایان طریق برنامه سیاحتیان جوان با نخورده بودیم. من امروز نصیبش بوده است بعد از حج آشی حاجیانه البته به زیارت حضرت داود برآمدیم. این جای را این تاریخ را بسیار کسها بسیار تلویزیونی و برنامه ها و شبکه ها پیشکش شما کردند. ما هم خواستیم کم و بیش ترزیدها اینجا برآمدن را همراه شمایان به هم بینیم. با ما باشید با شبکه شهنان با برنامه سیاحتیان جوان. ناشکوفته یک روزه غنچه های امیدم
زندگی